دختری بیراهگردی را خواستم به زنی بگیرم و او را از این راه باز دارم، ولی با این آیت قرآنی واخوردم که مرا در اندیشه واگذاشت. مرد زیناکار و مشرک نکاح نمی کند مگر زن زیناکار و مشرک را، که این کار بر مؤمنان حرام کرده شده است. این آیت برادر عزیز از آیت سوم سوره نور است که خداوند در این آیت البته آشکارا واضح گفتگی هست که مرد زیناکار زن زیناکار را گیرد، مرد مشرک زن مشرکه را گیرد. لیکن این آیت را آیت 32 همین نور باز منسوخ کردگی هست. رخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. دویوم همین چیکار کنید؟ نظارت کنید. انا آیت 32 آیت این سیوم نور بیکار کردگی هست. حتی از این خاطر نزد احناف، نزد حضرت ابو حنیفه حتی عباره ها هم است که و حبلا من زنا ولا تطاع حتی تضع، یعنی اگر یک زنی که از زنا هم حامله دار شده باشد، ابو حنیفه روایتش نزد مذهبش از زنا هم که حامله دار شده باشد و یا نکاح کردن درست است. فقط چیکار نمیکند؟ فقط با او خانه‌داری نمیکند تا زمانی که این زنا، این ولد زنا را تولد نکند. از این خاطر یعنی جایز است که اگر یگان زن زناکار هم که شما اگر یک زن بیراه را اگر شما به زنی گیرین تربیه کنین ان شاء الله این شما ثواب میگیرین. یا اگر جوانی که بینکاح با یک دختر گشتن، خب دختر را حامله دار کردن، انا این جوان می تواند که همین زنی که با او گشتن بینکاح حامله دارش کرده است و هم نکاح کند گیرد جایز می شود. لیکن برای اینی که نسبش معلوم است الکه، یعنی همون حامل از همین بچه است، معلوم است این می تواند که تا زاییدن همون کودک با این زن چیکار کند؟ خانه‌داری کردن گیرد. لیکن این فرزند ولد زنا داد، ولد زنا حکم کرده میشه، زیرا که در بین اینها نکاح وجود نداشت. داملای شیرین سخن، این برادرش از ناحیه واسع بوده است. فیته‌های مگنیتوفونی که در آنها سرودهای سرایندگان ثبت شده است، در نظر دارم اودیو مگنیتوفون را و همچنین فیته‌های ثبت شده کلام الله با تفسیرش، امر معروف از جمله با صدای شما را میفروشم. کاری خوب میکنم یا بد؟ من برای همه شما برادرای عزیز تا امروز الحمدلله که از آیت قرآن بیرون نشدم، تا امروز از احادیث صحیح پیغمبر خدا بیرون نشدم. باز میگویم خداوند در قرآن در سوره مؤمنون میگوید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند چی میگوید؟ به تحقیق نجات یافت
کدام مؤمن، کدام مسلمان نجات یافت؟ همان مسلمان هایی که در نمازشان خاشع هستند، در نمازشان ترسننده هستند، نماز از برای الله میخوانند، نماز آهسته میخوانند، نماز با رکوع و با سجده های ملایم میخوانند. اینها گفت نجات یافتگی هستند. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی گفتند خداوند؟ باز کدام مؤمن ها نجات می‌یابد؟ والذین هم عن اللغو معرضون. آن مؤمن هایی که از شنیدن سخنهای لغو، سخنهای بیهوده پناه طلب کردند، اینها در نزد خدا نجات می‌یابند. اگر همون سراینده که سخنهای بی معنی دارد، شعرهای دارد که از تربیه بیرون است، اخلاق جوانها را ویران میکند، این گونه سرودها را گوش کردن ما و شما سبب نجات ما و شما نیست. زیرا که این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. خداوند در قرآن میگوید یقین دانین چشمهاتان، گوشهاتان، دستهاتان، پایهای شما در روز قیامت از حیات شما نزد من اخبار میدهند. در کدام راه سر شدن اخبار میدهند. شما خودتون خلاصش برارید. دیروز ما در یک معرکه بودیم، بسیار یک صحبت عجیب شد و حتی یک برادر خیلی قیمتی ما عجایب یک سخنی گفتند در همون سرودهای بی‌معنیی که بعضی سراینده ها میسرایند تماشا کنین. گفتن همون معرکه در فقط زنک میماند و تودک، دیگر هیچ کس نمیماند. موی سفیدای عاقل هیچ کس نمیبینی، آدمای اهل خیرت در اون معرکه نمیبینی. شما میره مشاهده کردی خودتان. در مغازه‌ای که سودا میکنم، اینش از خاولین بوده است، چپته های بردناک و بی برد تشکیل کردند و میفروشم، یعنی اسپرینت. این کاری من به قمار وابستگی دارد یا نه؟ اگر گناهکار شده باشم چیکار کنم؟ اعوذ بالله. عزیز الله، این برادر عزیز الله نام داشته است. یعنی اسپرینت، اینا را از روی نقطه نظر اسلام هر چیزی که برد و باخت داشته باشد وای به قمار آمیخته است، وای از حساب قمار حساب کرده می شود. یعنی به قمار البته به البته وابستگی دارد و خداوند در قرآن هم همه ما و شما را از خوردن عرق، از قماربازی، آیتی که من در باب عرق برای شما صحبت کرده بودم، از قماربازی، از عرق نوشی، از بت پرستی، از فالبینی که اینها را پروردگار در قرآن حرام گفت، پلید گفت و ما و شما را گفت اگر از اینها دوری جوید نجات میابید. اینم از همون جمله چی هست؟ جمله قمار هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، کودک میده را 4-5 ساله را گفتن بسم الله را و سوره را یاد دهی اوبال است. میگویند که اوبال است چون که به عقل هست، یا پسر یا دختر. نه، بلکه امروز الحمدلله 5 ساله بچه حافظ قرآن است، 5 ساله دختر امروز حافظ قرآن است. اینا را هر کدام شما، پیغمبر خدا چی گفتن؟ اولین کلمه که به زبان کودک باید رانده شود این چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله است. اینا باید امروز ما و شما بی نهایت دور شدیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم فقط ملاها را غیبت میکنیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم غیبت همسایه ها را میکنیم. یک توده فرزند داری، 9-10 فرزند. تصور کن که تو 9 تا بلا به سر خود آوردگی هستی اگر از عهده اینها نبرایی، اگر اینها را تو تربیت کرده نتوانی. اینها را نزد دسترخوان که نشستین
فرزندهای چی دخترتان باشد چی بچه‌هاتان باشد نصیحتشان کنید. همین از رحمتی پدرم در آوان خوردیم از یاد کرده بودم. یعنی آن سوره های را که شما در خوردی از یاد میکنید وای در سر شما نقش میبندد، مثل نقشی در سنگ است، وای هیچگاه گم نمیشود. این سوره هایی که شما در سین و سال بلند الکی از یاد میکنید، این از یاد شما درو میرود. از این خاطر کودکان را در همون خوردی تعلیم دهید، به اسلام نزدیک کنید، با محمد صلی الله علیه و سلم شناس کنید. این ماه مولود است. در لب دسترخوان که نشستی بچم میدانی که همین ماه محمد تولد شدن صلی الله علیه و سلم است. محمد پدرش عبدالله نام داشت، مادرش آمینه نام داشت، فلان قزن داشت، 6 تا فرزند داشت، فرزنداش اینا بود. آمدن محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا از این وظیفه ها عبارت بود. گفته اینا را به فرزندان تعلیم دهید. این اوبال نیست. ولی بعضی برادرها میگویند که اگر فرزند خرد در پهلوی تو آمدن نماز خواند در خانه، اینم گناه هست. گفتگی اینم گناه نیست. برای چی پیغمبر خدا گفتن نمازهای سنت در خانه خوانید؟ برای چی گفتن نافله هاتون در خانه ها خوانید؟ یک حکمت همین است که کودکی تو وقتی 2 ساله است، 3 ساله است، 4 ساله است، همون خم و راست شوی تو را وقتی که میبیند آمده در پهلوی تو چیکار میکند؟ وای هم عادت میکند، وای هم خم راست میشود. از پدرش شاید که پرسد، شاید خدا در ذهن همون کودک در آورد و از پدرش پرسد پدر چرا تو خم میشوی؟ چرا تو سجده میکنی؟ پدر چی میگوید؟ آخی الله وجود دارد، ما بنده خدا هستیم، ما باید خدا را عبادت کنیم. به فرزندی من تو هم فردا کلام کی شدی ان همچنان خدا را عبادت کن. این وظیفه های هر یک پدر و مادر است. السلام علیکم واعظی راه خدا محترم حاجی میرزا، از شما یک سوال دارم، التماس حقیقتش را به ما فهمانید. سوال چنین است: ملا امام مسجد محله ما چنان فتوا داده است که اگر مرد با دختر عاشق شود، اگر رازگی این هر دو و والدینشان باشد، با شاهد 2 شخص به نکاح می توانند که خانه‌داری کنند. جوابش را انتظاریم. در آخر در حق ما جوانان دعا کنید که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. برای ما خلق نادان و ساده تو کردی بازار علم را کشاده، بکردی ما را امروز مست و مدهوش در راه عشق الله همچون باده. خدا نگهبانتان باد. یعنی این برادر عزیز، هر یک ملایی که برای شما چی فتوایی که میدهد، امروز الحمدلله پیشرفت علم بینین، از ملاهاتان پرسین از کجا تو همین صحبت کردی، همین فتوایی که بر من دادی دلیل دارد یا ندارد؟ دارد دلیل. از بابا شنیدی؟ من بابای تو را قبول ندارم. ای محمد شنیدی؟ فتوات از خودت، فتوات از امو محمد. امروز الحمدلله قرآن است، امروز احادیث های پیغمبر است، امروز داملاهای زنده هست. از اونها میپرسم، حقیقتش میپرسم. از این خاطر هر یک مسئله که برای شما میبراید، شما خودتان امروز عالم ها را میشناسین. کی از عالم؟ آنها را مراجعت کنید. از این خاطر رازگی پدر و مادرم شرط است. اگر چندی که خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را در نبودن پدر و مادرم نکاح را صحیح گفتند، لیکن بعضی از شاگردهای او با باطل بودن این نکاح هم فتوا دادگی هستند. از این خاطر حضور پدر و مادر این فیض نکاح را نشان میدهد. حضور خیش و تبارش این با برکات بودن نکاح را نشان میدهد. وقتی پدر و مادر دست میبردارد و برای بخت سفید دخترش دعا میکند، میدانید این چند قیمت دارد. از این خاطر پدر و مادر راضی باشند، دختر و این جوان هر دو راضی باشند، باز 2 شاهد دیگر وجود داشته باشد، این حالت در داملا در همونجا حضور دارد و اینجا چیکار میکند؟ پیشنهاد میکند به این دختر برای تسلیم کردن نفسش
و به این جوان پیشنهاد میکند برای قبول کردن این نفس تسلیم کرده این دختر، این حالت در چی میشود؟ نکاح آنها صحیح میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یعقوب ساکن دهه لواوی ناحیه کولاب در شهر دوشنبه در بازار کاروان و تجارت مشغول هستم. از شما خواهش دارم که یک دادرم در زاهدان ایران تحصیل میکند، طالب علم هستند و مادر دارم که مریض هستند. التماس در حق آنها و اهل عائله ما دعای خیر کنید، خداوند شما را نگهبان باشد. خدای مهربان این مادر که این برادر دیروز یک صدقه هم آوردگی بودند، خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و این جوانی که تحصیل علم دارد، خدا علم لدون، ذهن ذکی، علم نافع، علمی که برای فایده اسلام باشد، خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، خدا را هزارها حمد و ستایش میکنم که از چندین کارهای ناروا باز ایستاده ام. اول و آخر فضل خداست، بعداً صحبتهای شیرین و دلچسب شماست. من تاجرم در سلطان کبیر، با 2 سوال مراجعت کردنیم و با شما اخلاص زیاد دارم. اگر تمام عالمهای تاجیکستان فتوا دهند، من از آنچه شما میگوید او را قبول دارم، از حساب اخلاصی به شمارم. داملای عزیز، در باب فضیلت طهارت چیزی میگفتی؟ البته در باب فضیلت طهارت خیلی حدیث های زیاد از پیغمبر خدا وارد شده است. در یک حدیث پیغمبر خدا میگوید من توضأ فاحسن الوضوء خرج خطایاه من جسده حتی من تحت اظفاره. هر وقتایی که امتان من طهارت میکنند، از تمام جسد او آن خطاهایی که کردن همش میریزند، مثل آبی که ریخته میشود، حتی که از زیر ناخنهاشان همان خطاهایی که کردن همش میریزند. اینم از طهارت است. ان امتی یدعون، خدا گفت در روز قیامت امتان من خوانده میشوند. وقتی امتان من دعوت کرده میشوند، آنها غرن محجلین، آن موضع هایی که طهارت کردن آنها جلا میدهند، آنها روشنی میکنند، مثل طلا چگونه که روشنی میدهد، چشم انسان خیره میکند، انا همین بندهای دست ما و شما، چهره های ما و شما، پیشانی و پای های ما و شما روشنی میکرده است. پیغمبر خدا میشناخت است که همین از امتی من است، من آثار الوضوء. پیغمبر خدا گفت این جلا، این روشنی از کجا پیدا شد؟ این از تأثیر همون آب طهارت است. از این خاطر پیوسته با طهارت بودن، بعضی عزیزان ما و شما گفتن این نشانه کلمه شهادت گفتن است. یعنی اگر ما و شما با طهارت باشیم، مبادا که یکی ناگهان اجل به سر ما و شما آمد، در نزد خدا ما و شما در نفرهای نویسانده میشویم که همچنان کلمه شهادتش گفتگی هست. این درجاتی هست که برای آدمانی که صاحب طهارت هستند. حتی یک حدیثی هست در صحیح بودنش خدا داناست، زیرا که من روایتش نیافتم، میگوید من نام علی الوضوء کان صلاته. هر وقتایی که اگر یک انسان با طهارت خواب کرد، میگوید نفسه تسبیح، نفسش تسبیح است. فراشه مسجد، همون جایگاه خوابه که 5 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت خواب میکند، در نزد خداوند نویسانده میشود که همین بنده در مسجد نشسته است. فراشه مسجد. نومه الصلات، چند ساعتی که خواب میکنی، ممکن 7 ساعت خواب کنی، در نزد خدا نویسانده میشود که همین انسان 7 ساعت به سوی پروردگار نماز خواند. کسی که اگر با طهارت خواب میکند.
خوش به حال همون برادرایی که پیوسته با طهارت هستند. این طهارت کردن خاصه نماز نیست. شما دائم میتوانید که با طهارت باشید. هر شب پیش از خواب کردنتان حتمی طهارت کنید، خواب کنید. حتی همین فضل طهارت شما را از آسیب جن هم خدا نگاه می‌دارد. از هر از ضررهایی که به سر شما می آمدگی باشد، همین فضیلت طهارت شما را چیکار میکند؟ نگاه می‌دارد. دوم سوال کردن داملای عزیز، من از شما شنیدم که اگر بالای کرپچه نماز خوانید درست است، ولی از بعضی ملاها شنیدم که باز میگن نادرست است. در تحیر ماندم. من پیش گفتم هر یک دامه که یک فتوا را که داد حجت چه پرسین، گویم برای چی بالای کرپچه نادرست است نماز خوانند؟ چرا؟ سببش در چیست؟ برادرایی که از نور چشم تنقیسی میکشیدن، پس این مشکلی حل است. شرکت شفافرما به شما برای چشم از فیرم عربی اسمیات دارو توصیه میدهد که از 12 گیاه تیار شده است. انشالله که به حد یاردمی خوب میکنه. مرحمت زنگ زنی به همه شهرها دستافکن میکنید. این قسم الله به عصر خوردنش به عصر پیغمبر است که زمان پیغمبری خدا به دنیا آمد، یک تبدلات، یک انقلاب دنیا را فرا گرفت که مردم را از تاریکی، از گمراهی به روشنی و به هدایت دلالت کرد. این ماهی هست که هر کدام ما و شما باید خرسند باشیم. ماهی هست که باید هر کدام ما و شما شکرانه به سوی الله کنیم. زیرا در کتاب صاحب معراج النبوت حکایه می‌آورد که سویبه غلام ابو لهب بود. ابو لهبی که دشمن سرسخت پیغمبر خدا بود، اگرچند که وی عمک پیغمبر بود. وقتی که آیت آمد و انذر عشیرتک الاقربین، محمد صلی الله علیه و سلم خدا خطاب دارد، از جات خیز، اولین ترس، اولین دعوت را از اولاد خودت سر کن. وقتی حبیب خدا فریاد زد، تمام خویشاوندها را وقتی جمع کرد به آنها گفت اگر من گویم که از پس این کوه یک گروه ملائکه های هستند که اگر ذره اشاره کنم تمام مردم مکه را نابود میگرداند، باور میکنید یا نه؟ گفتن همگی باور میکنیم، زیرا محمد صلی الله علیه و سلم تو در عمر خود هیچگاه دروغ گفتگی نیستی. گفت مبادای این گونه که باشد، من امروز پیغمبر هستم. من هر کدام شما را از خدا بیم میدهم، ترس میدهم. ترک کنید این بت‌ها و این اله‌هایی که میپرستید، به سوی خدا یگانه برگردید. همین ابو لهب، همین عمک پیغمبر، همین دشمنی سرسخت از جای خود خیز چی گفت؟ تبا لک سائر اليوم لهذا جمعتنا. ای محمد هلاک شوی تو، این روزی دراز ما را جمع کردی برای همین یک سخنی که تو پیغمبر شدی. انا همین دشمنی سرسخت گفت، نازل شد تبت یدا. انا همین دشمنی سرسخت کنیزی داشت به نام سویبه. وقتی میگوید محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، روز دوشنبه بود، در خانه برادر ابو لهب عبدالله پدر پیغمبر. سویبه که کنیز ابو لهب بود در حال آمد و هدیه و خبر داد ای ابو لهب، امروز در خانه برادری تو فرزند تولد شد. ابو لهب از کی بودن محمد و چی شدن محمد درک نداشت. خرسند شد که در خاندان برادر من فرزند تولد شد. در حال این سویبه را از کنیز بودن خود خالی گردان، به خاطر که تو
یک خوشخبر برای من آوردی. صاحب معراج نبوت میگوید همین ابو لهب در خواب دیدن، گفتن حال چگونه هست؟ گفت حالی که من دارم هیچ دوزخی مثل من حال ندارد. لیکن همان شب دوشنبه گفت عذاب من کمتر می شود، به خاطر که من از تولد پیغمبر کرده بودم. وقتی که این دشمنی خدا، این دشمنی پیغمبری خدا، عذاب او که کم شود، پس حال ما و شما آدمای موحد و دوستدارهای پیغمبر چقدر بلند باشد خودتان قضاوت کنید. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. رواه مسلم. پیغمبر خدا میگوید ایمان شما ای امتان من کامل نیست، ایمان شما مستحکم نیست تا زمانی که اگر مرا از فرزندهاتان، مرا از پدر و مادرتان، مرا از تمام یار و رفیقتان، مرا از تمام آن مالی که دارین دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. زیرا در اصل ما از پیغمبر خدا قرضدار هستیم. زیرا زمان پیغمبر خدا آمد ما و شما را از اخلاق وحشیانه، ما و شما را از راه گمراهی نجات داد و به این روشنی و به این آبادی و به این بندگی الله ما و شما را آورده رسانید. خدا رحمت کند. حضرت مولوی جنونی میگوید شکست احمد در اینجا 100 بت و سنگ. زمان آمد این بت پرستی ها بود، مردم در بیخ بت ها می افتیدن، خدا گفت و را عبادت میکردن. شکست احمد در اینجا 100 بت و سنگ، گرفت میدان ز خونی منکران رنگ. که تا اومد موحد شد خداگو، ز بتخانه به مسجد کرده اند رو. ما و شما بتخانه ها را ترک کردیم. این مسجدی که امروز درهای کشاده دارد، این جوانهایی که امروز در بهترین صورت نشستند، همه این طفیل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ما باید دوست داریم، باید از او ما دفاع کنیم. باید که البته آن دینی که حقی که خدا به واسطه محمد به ما و شما رسانید، در همه جا باید حمایتگر باشیم. جان ما را برای قرآن و جان ما را برای اسلام و جان ما را برای محمد هر زمان باید که تسلیم کنیم. حبیب خدا چی میگوید؟ مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنى دارا فاتمها و اکملها الا موضع اللبینه. حبیب خدا مثال آوردن، مثال من گفت و مثال تمام پیغمبرهایی که هست به منزله یک مردی که خانه بنا میکند به منزله همون است. فاتمها و اکملها، یک مردی که خانه را بنا میکند، پر تیار میکند، بهترین نقش و نگار میکند، الا موضع لبینه. حبیب خدا گفت مگر یک جای غشت خالی هست، دیگر قصر هیچ جای عیبش ندارد، هیچ کمبودی ندارد. ويجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها لولا موضع اللبینه. پیغمبر خدا گفت بعد مردم میآید این خانه تیار را میدرآیند، اطراف او را نظارت میکنند، افسوس میخورند، لب میگزند از حساب اینقدر قصر میگویند زیبا هست، مگر همین جای غشتی که خالی هست اگر همین پر میشد دیگر در این قصر هیچ گپی نبود، هیچ کمبودی نداشت. پیغمبر چی گفتند؟ فانا موضع اللبینه جئت فختمت الانبیاء. انا همون موضع خالگی غشت من هستم، آمدم تا که مکمل گردانم همه پیغمبرها را، تا که زینت دهم همه پیغمبرها را. انا همون موضع خالگی من هستم. انا سید ولد آدم یوم القیامه اول من ینشق عنه القبر. حبیب خدا میگه من سردار فرزندهای آدم هستم در روز قیامت. لا فخر، من به این افتخار نمی کنم، این نعمتی هست که خدا فقط بر من داده است.
و اولین قبری که در روز قیامت کشاده می شود قبر کیست؟ حبیب خدا گفتن قبر من است. اولین قبری که در روز قیامت کشاده می شود بود تا زنده آن حبیبی ودود، بود تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. تا زمان حضرت میگوید زنده بود، حیات داشت تا 63 سال حیات خودش که 23 سال این در دعوت و پیغمبری گذشت. تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. وقتی رفتن حبیب آزاده، امتی 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 گفته گفته جان داده. حضرت زمانی که از دنیا گذشتن دیگر این سختی جانم حس نکردن و سختی جانم تکیم نکردن، فقط چی گفتن؟ امتی 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 گفته گفته جان دادن. روز رستاخیز شود آغاز، آن روز قیامتی که در پیش است. آن روز وقتی میگوید آغاز می شود، روز رستاخیز شود آغاز. امتی امتی گفته گفته خیزد باز. زمان قبرم که کشاده شود، از جاش نه پدر نه مادر نه اولاد نه فرزند. امتی امتی حال امتی من چی باشد؟ حال امت چی باشد؟ حضرت در دوام چی گفتند؟ وقتی رفتن سختی جان دید، گفت ای پروردگار عرشی مجید، سختی جان این چونین باشد، امتانم مطیق این باشد. وقتی حضرت میگوید سختی جان دیدن، چگونه که خود دعا میکردن اللهم اعینی علی سکرات الموت و غمرات الموت. زمانهایی که بیمار بود حبیب خدا دعا میکرد پروردگارا برای کندن جان من، برای این سختی هایی که در جان کندن است، برای حبیبت آسان بگردان. وقتی میگوید همین حالت شد، وقتی که این حالت وزنی که بالاش آمد و پروردگار چی گفت؟ ای پروردگار عرشی مجید، سختی جان این چونین باشد، امتانم مطیق این باشد. من که این سختی جان با این قدر و قیمتی خود که کشیدم، تمام امتی من این سختی جان می کشد. از این خاطر از درگاه تو چی طلب دارم؟ سختی جان امتان من، بدهی جمله را به جان من. پروردگارا من از تو فقط طمع دارم، فقط زاره و تولا دارم که هر سختی که در جان من است همیشه پروردگارا از امتی من کنده و در جان من بگذار. این بود غمخواری پیغمبری خدا نسبت هر یک امت. امتی که امروز پروای سنت حبیبش ندارد، امتی که امروز تکیه بر سنتش ندارد، و حضرت باشد تمام عمر به گریه و تمام عمر به زاره به سوی پروردگار که امتی مرا خار نگردان، امتی مرا ذلیل نگردان، امتی مرا در روز قیامت شرمنده نگردان. ای پروردگار چی گفت؟ اذن لا ارضا و واحدا من امتی فی النار. پروردگار گفت با عظمتیت قسم، از تو راضی نمیشم تا زمانی که یک امتم در آتش دوزخ باشد. من از تو راضی نمیشم، از تو راضی نمیشم. نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. حضرت سعدی بیهوده هم نگفته نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. نماند به عصیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. الحمدلله پروردگارا به سوی هزارها شکر میکنیم که ما را چنین پیشوا دادی، چنین معلمی با غیرت دادی. خدایا غیرتی او را، جسارتی او را در دل همه ما امتان جایگیر بگردان. آمین یا رب العالمین. انشاءالله ما خدا خواسته باشد در باب این محبت پیغمبری خدا، در باب عاشق بودن بر محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله یک روز اعلان میکنیم، صحبت ها میکنیم. من برای شما فقط یک عشق مالک ابن انس گویم که صاحب مذهب بودن. حضرت مالک ابن انس میگوید در مدینه منوره حیات به سر میبردن، صاحب مذهب است مثل مذهب ما و شما ابو حنیفه رحمت الله علیه. میگوید هیچگاه از مدینه بیرون سفر نمیکرد. گفتن چرا از بیرون از مدینه نمیبرایی؟
میگفت میترسم که اگر بیرون مدینه روم شاید که خداوند جان مرا بیرون از مدینه گیرد، من از پهلوی پیغمبری خدا محروم شوم، از شهر پیغمبری خدا محروم شوم. برای همین تا مردن برای من سفر کردن حرام است. گفتند این عشق بینید، این عاشقی را بینید. حضرت در کوچه های مدینه میگوید قدمهاش میگذاشت و در هر یک قدمش چی به خیالش میآمد که شاید که همینجا قدم پیغمبر باشد و پاش میگوید بالای همون قدم میگذاشت. میگوید قسم به خدا، میگوید امام مالک ابن انس، هر شب پیغمبری خدا را در خواب میدیدم. هر شب چگونه عاشق‌ها بودند.